بس تمام ایستا. ای تو چی خیلی به ما راستم گفتی ها؟ از آسمان مثلا سنگ بارید میگفتی خوبتر بود. بسرم چیزی دیگر نمومد. برای همین گفتم یک کمی مشق کنم. چی میگویی نمیفهمم. تمام نفس کشیده نمیتوانم. ایستا خیره. البته نمیتوانی. فکر کردی پلیس شدن آسان است؟ اگر خواهی همکاران یگید نفهمند تو رو پلیسی با قوت میکنم. خودم رو به جای یگید میگذارم. گفته خودم رو کشم مگر این خودش چی گپ است؟ در روز اول 10 تمام بسیار گپ نزن. زودتر کنی ببینم. مرا گوش کن. من تمام شدم دیگر نمیتوانم. نمیشود. کمی ایست. فقط میدویم مگر. بیا یگان کاری دیگر کنیم. این سال با تئاتر رویم، کینو تماشا کنیم، سیر و گشت کنیم، به خدا دویدن دلم را گیریم. بس امروز یا پگاه تو را میکشن. دیوانگی نکن. در مسئله آن کنی بگو چرا مرا خبر ندادی؟ خدایا توبه چه خیلی خبر میدادم. مرا تعقیب میکرد گفته باید او را میپراندم تو مگر به جنازه میرفت. این بارش رو میبخشم. بگین این را. این چیست؟ توگمه حالت تعجیلی. از این پس چیزی شود این توگمه رو زیر میکنم. یک همین توگمه چه حالتی تعجیلی نمیرسید. خدایا توبه این چی خیلی است؟ زیر کنم زود میایی تو؟ اینقدر لغلغ نکن. دو تو مگر زودتر باش. بختیار زود باش. کنی دو ایستا. اکرم رفته توپ را بیار. گبرا نمیفهمی زود باش. من نمیروم ورته رود. تو زدی اکرم رفته بیار. ای بزار کدت و خدا توپ را باید ورته بیارم. işlere dolandım sanki hiç dert yokmuş gibi. Battık madem en dibine. Fark etmez mevzu bende. Elimde silah, belimde rozet. Tam daldım mevzu içine. Ama artık daraldım ve neredesin birader? Tepeme çökmeden. Çok acayip tipler. İpler inceldi iyice. Neredesin birader? Tepeme çökmeden. Çok acayip tipler. İpler inceldi iyice. Neredesin birader? Neredesin birader? نمیشود. یک بار همش رو به سرم بار کردی. قبول کردن نمیتوانم. نمیشود آشنا. عجبا شاید خودت نخویی. ببین دقت، باوری به خود و آرامی. اگر این سه نباشد پلیسی خوب نمیشوی. یا خدایا این پیر چی ها میگوید؟ من همه اینها رو اجرا کردن نمیتوانم. از این پس با اصولی من کار میکنیم. کمی با طرز تئاتری مشغول شویم. کمی بازی میکنیم. چی مجبوریم که همه این کارها رو حقیقی اجرا کنیم؟ تمام نزدیک شو. بیا
تو چی کار میکنی؟ موی سری من رو میکنی ها؟ خودت میدونی اگر به گفته من عمل نکنی با موی سرت قاتل برادرت بودن رو اثبات میکنی. در حال تهدید کردن گیر، گناه را به سری من پرتافتن گیر. بسیار خوب، آفرین. به من نگاه کن. من به گفته های تو عمل میکنم، اما این کار تمام شود من به تو اثبات میکنم و کی بودن یونس را میفهمانم. نام تو یکیت. تمام تشکری زیاد برای نامگذاری. هیچ این سلاح را دوست نداشتم. پدرجان اول او رو من دیدم، او در پیش ماشین خواب بود، دهان و بینیش پوری خون بود. زود به همه خبر دادم. ای وای من نکن. پدر من اول او را دیدم، اون دروغ میگوید. تو اگر او را اول میدیدی توخکف میشودی. اینقدر دروغگو هستی؟ اول به خدا من او را دیدم. تمام کی یافته است مهم نیست. بسیار گپ نزنید، هر دویتون یافتید. 19-20 سال از کمیسرم موریبای غیر قانونی داشتند. گوی دو دست آورده به اینجا پرت افتند. حالا من مرده است. کیست؟ از کدام عائله است؟ پیدا کردید؟ نوم شفیق موتورسیکل میراند. پیشتر تکواندو مشق میکرده. سکای محمد میشناسد، همسایه‌شون. اپای اصلی من اول او را دیدم، توپ را زدم و دیدم که آن در پیش ماشین خواب بود. خوب کردی، آفرین. بهزاد، سید جان، شما در اینجا چیکار میکنید؟ من با شما نگفتم که از میدانچه بیرون روید ها؟ کنی زود به خونه روید، زود. چیکار میکنی لطفیه؟ کودکان گناهی ندارن. چیزی دیدنشان رو گفتم. بله اینها هیچ گناهی ندارند. تو نمیفهمی، اینها بلا رو به سر خود میارند. اینها رو شاهد مینویسند، کار بد میشود. چی خیل شاهدی یا خدای؟ مادر جان در پیش جراح مرا شرمنده کرده. دیگر این خیل گپ ها رو نگویید. ببین شرمنده کرده بودم ها؟ حالا ایستا من شما رو در خانه شرمنده میکنم. کنی زود به خانه، زود. لطفیه جان پس از شما هم روید. باز چقدر خوب میکنی؟ برخیز، چشمانت رو کشا کنم. خون رویش زیاد شده است. یک نفر لازم که نگاه بینت کند. کمیسر گیت باید کاری کنم. دستانشان شکنند. پسرم رو با آتش پرتافتند. برای چی آخی؟ گناه پسرم در چی بود؟ همدردی مرا قبول کنید.
رحمت دخترم، پسرم خواب است، چشمانش پوشیده و دهانش هوا میدهد. این اپا پولیس است. کوریاکا امرو تحقیقات میبرد. من کمیسر اصلیه، از شعبه امنیت آمدم. رابطه های پسرتان رو گفت و کوب داریم. این کارو کی کرده است؟ یگان معلومات دارید؟ قامتش شکند. فرهاد این کارو کرده است. او رو یابید. خواهش میکنم کمیسر، کارهای رو به پسرم کرده است، از بینیش برارید. التماس. پروا نکنید، از دستمان آمادگی رو میکنیم. یک بار دیگر تعزیه ما رو قبول کنید. رحمت دخترم. رحمتی کلام خدا جون. درست بوده است کمیسر، جنگ های غیر قانونی. اما کی جنگ می اندازد، در کجا جنگ می اندازد حالا نامعلوم است. مادرش هم درباره فرهاد گفت. کنی این فرهاد کی باشد یابیم. تو قیدهای تلفنی رو ببین، با کی رابطه دارد میابیم. مایلش کمیسر. این خودش چی گپ؟ در محله یک درد کلان، لطفیه یک درد دیگر. یک نفر میاد اکا مرا شاهد ننویس میگه، یک نفر دیگر میاد اکا گفته های من بسیار مهم. با خدا کاری کمیسری گید خوب است. آب گفتم مسئله رو میپوشد، روی ما نمیشود. انا برای همین همه ای کارا بر دوشمان میمانند. این کمیسری گید کجاست؟ بیمار بوده است، اجازت گرفته است. چی شده باشد با او؟ راستی نمیدانم اکا، یعنی میگوید معده‌ام درد میکند، خنکی گرفته است. کیم چه خیل معده اشتاب میدوده است، نفهمیدم. معده اشتاب میخوند، خنکی زد است تو را. این روزی که دور باش تا بیماری او با تو نگذرد. معده شکاف شده است. یک چند جوی بدنش شکسته است. در سر از ضربه سخت زدند. همین که به هوش آمد همش رو می‌آموزیم. تشکر زیاد جناب دکتر. بیمار به هوش آید ما رو خبردار کنید، خوشحال میشیم. البته خانم. کمیسرم، فرهاد جنگاور بود که میگویند که در خانه‌اش نبوده است. با اویلش در ارتباط نشدید؟ خانه دویم ندارد؟ پرسیدیم، آنها هم خبر ندارند، گویا که زمین کفید و او فرو رفت. کمیسرم، من امروز یک کار دارم، اجازه دهید روم مهم است. چی کار است اینقدر مهم؟ هیچ چیز نبای، با یک رفیقم با میخورم، یعنی اگر نخواهید نمیروم. اجازه در دست شما است. نه مالش، رو زودتر بیو. این مسئله رو دیده زودتر یو بمانودم رو. البته رفته زود بر میگردم. یا خدایا، یکی بر دروغ بیمار میشود، یکی واخوری داشته است، مثل آنی که ما اینجا بازی داریم. دائما تهدید. یا خداوندی بخشاینده، بیزار کرد مرا. و خدا به قد و قامتش نگاه نکرده. امروز میروم و یگان بلا را به سرش میارم. بخیر سمن جون، در این صبح سحر کی را نشنا میدهید؟ گویا که تو را انتظار بودم. مثل جین ناگهان پیدا میشوی دخترک. گوش کن، برای تو کلیدی الهوگی ساختم. زود از پیشم برآمده مرا نترسان دیگر. چه زده صدای شما؟ عصبی راگت. شد تموم. از مشق زیاد مردم. آف مردم. پالیس میشوم گفته جانم برآمد. پالیس کجا و من کجا؟ من آخرین بار 10 سال پیش فوتبال بازی میکردم. آخر دشوار است برایم آخر. احمد جون، شما مشق میکردید؟ آفرین به خدا. شما را تبریک میکنم احمد. بسیار خوب. همین خیلی خودتون رو آشکار نمیکنید. بسیار خوب. تبریک کردی. خدا از تو راضی باشد. بسیار گپ نزن. از گرسنگی مردم. در آسوب نمیخوریم. آهسته احمد جون، آهسته. نفستو نگیرد باز. یا خدایا، میگویی که نباید زاغل برآمده باشی. چه خیلی آهسته. تو مثل من مشق کنی همه این دسترخوان را میخوری. خدا بگیر خور. چرا انتظاری؟ گیر خور. نه امک رحمت، من هیچگاه صبحانه نمیکنم. یا خدایا، حاضر جنگ میکنم تو را. تو دختری با عقل هستی. صبحانه نمیخورم چی گفتنی گپ خودش؟ صبحانه اصلا چیزی مهم است، فهمیدی؟ امک جون، نه من نمیخورم. من سیرم. من هم این رو نمیفهمم خانم چرا. در خارج هم همین خیلی است. یک پیاله قهوه می نوشند و یک پیچین. صبحانه از همه چیزی مهم است. چرا تو دوست نمیداری؟ بعضا دوست نداشتنی است. یعنی من دوست نمیدارم.
چرا؟ گوش کنید در صنف ما یک دوگان نداشتم به خانه اونها رفتم درس تیار کردیم بازی کردیم وقتی صبحانه خوردن رسید پدر و مادرش یک جای از صبحانه آماده کردند شوخی هم میکردند نشسته اونها رو تماشا کردم پامیدار و بادرینگ ریزه کرده سالت آماده کردند بعدا دخترشان رو بوسه کرده رفتند بعد از دیدن اونها به پدر و مادرم صبحانه کردن تماما پسند نیست به من صبحانه من هم خوب نآمده است پخته نتوانستم در اصل من چشم گرسنه هستم کمی واهمه میکنم مرا درست میفهم تمام صبحانه با آخر است اوی شما مرا بلا نبر برده بودید کو یعنی درباره روزنامه ها پرسیده بودید چرا مرا دعوت کرده؟ من از تو یک چیز رو پرسیدنی بودم در روزنامه ها یک چیز دیدم شما دیدید؟ گفتید پدرم دید کو؟ من دیدم نگفتم آخر جانم پدر دید و مرا گفت من هم گفتم از تو پرسم در روزنامه دکتر و فلان نوشته شده است مادرت درباره دکتر نوشته است تو این دکتر رو میشناسی؟ ها دختری که در روزنامه نوشته شده است بله امم جون من هم نمیدونم به خدا شد تمام فهمم تو ندانی من به نزد بیبی از رفته یکان وقت او را میپرسم اووری دارید؟ بله سر رویتان رو خلانود میکند اگر روید بیبی هم از پدرم نفرت دارد نفرت داره؟ چرا؟ نمیدونم ارجو باشد مادرم رو تنها گذاشته رفت از همین سبب بیبیم پدرم رو انسان خود پرست میگوید اگر در رو برویم بینم سر رویش رو خونالود میکنم گفته بود همین خیر من روم اکنون با سر روی مرا خونالود نکند علکتای رو دیده ایستاده است خیر تا بازید چرا نفرت داشته باشد از یکی؟ باز خود پرست گفته است که خود پرستی کرد که مرحمت درو زنده میموند بایتور؟ گردی زخمهایش میکروبالود شده است یک چند رو با تو میدیم با او بیده خوب میشود احوالش بسیار وزبین است تو چند دوزه؟ وقتی به هوش آید هیچ چیز را با خاطر آورده نمیتواند حافظه‌اش را گم میکند؟ این چقدر دوام میکند؟ نامعلوم انسان مانند ماشین است اگر حرکت نکند خود به خود ویران میشود میدونی حالش چی میشود طبیب تو هستی چی خیلی که تو گویی بایتور اما من دکتر حیوانات هستم بیا خیر میرویم وای 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 چوپانی دروغگو در دستانه چی هست؟ آج برای خدا من به شما دروغ میگویم البته نمیگویی ها مسئله پولیواب را گفتنی باشید پولها را از روز شنبه سپاریده بودم اگر گویا در زمان ما این خیل نبود پس این گناه من نیست این خیل باشد چرا آب را قطع کردند آب را قطع کردند وای بی وجدان ها وای بیبی جان درست دیر کردیم آب را قطع کردن مگر حالا استید اگر من رفته شکایت کنم تمام شد آب را قطع نکردند ولی یک روز این گوش های تو را بریده و دستت میدهم بین اگر یک بار دیگر به من دروغ گویی من چیکار کردنم را میدانم ای 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 وقتی که زنده می شود رخساره هایتون اینقدر شوری می شود
قربانی شما جوان بیبی جان میمورم ده شما بیبی جان همامه بس کن خودت رو اینقدر شیرین نکن دایم همین خیل کرده مرا فریب میکنی خیر رفتیم بیرو من هم میایم وای بیبی از شما یک چیز رو پرسم پرس شما دکتر گفتن این شخص رو میشناسید دکتر؟ من از کجا میشناسم دکتر مختار را با تو کسی یکون چیز گفت؟ نه کسی با من چیزی نگفته است که با من چیزی گفته میتواند نمیدونم دکتر شدنی چه خیر از گفته پرسیدم یگان دکتر شناس داری پرسیدنی بودم خیر بیا رفتیم سردار ادنان یگید با تلفن چه جواب میداد عجبا لبای سردار سلام علیکم با فکرم مرا سخت یاد کردی ها خاموشم چه گپ زدن است پسرم تو کی با عقل میشوی گناههای کردت یک تانی دو تانیش خیلی گناه کردم سردارم نفهمیدم باز چه گناه کردم میگوید دست آدم را گرفتن نزد عرب برده ای اون شخص از بالای شوربهمان شکایت کرده است من دست آدم را گرفته به نزد اره بردم مگر شکایت کرده است میگوید یا خدایا نه من کردم توبه پسرم یک روز به سر یکی قابچه میکشی یکی رو با ماشین زیر میکنی ما با تو چیکار کنیم به خدا بله چی کار کردنم را نمیدانم ولی کار کردن لازم که این خیلی دوام نکند این خاموش باز مرا مسخره میکند بیمار روحی هستی سردار کلان از پشت تو شده به من چی پای نگفت باز تکرار کنی حالت را میبینی بیماری روحی گفته خاموش کرده وای کمیسر چه خیلی سازی سمچکه بگی سمچکه شورک بگی سمچکه مگزین شکرخنده او یک بار یاد داری از سودای بزب کرد یک کلاش گرفتی که جوره خونه سپارشم را اجرا نکرد گفته با کلا زدم مگر آوه آهسته چرا در راه توف میکنی گوش کن کلا حفظ به فکری تو من کمیسر یگید چه خیلی آدم هستم کمیسری چه خیلی سوالا راست شبو گم نمیرنجی آدمی زوری و یک خیلی وقت کاروی میکنی که مرا معقول نیست راستی گپ بعضی کارها میکنم یعنی چه خیلی کار راستی گپ دیوانگی میکنی گیزالگی میکنی یکی وقت پاتا نشسته خونه میدروی برادر در همین دنیای دروزه همین کارو چی در کاره ای بچه دانه رو در راه توف کرده ندارم خب بگی پیشاخوره جمع کن مایلر این دیوانه چی گفت؟ دیوانگری ها داد زدن ها گیزدلگی ها فلان یا خدایا یگی تو چه خیلی آدم هستی ایج نفهمیدم تو را سلام 3 دقیقه دیر کردی یک چیز رو باید بدونی بچه خوشتالی نیستی حق هستی اما کارهای امنیت رو خودت میدونی گریخته آمدم بین پیش خدمتی پشتمان است کو با مویهای دراز و مسابقه هواپیماهای بسرنشین می رود آمادگی خوب دیده است و من همه آموزاند و تو همه آموزاند؟ اما تو را نمیشناسی کی هست؟ بخشش یکون چی فرمایش میدی؟ 2 قهوه لطفا 100 قهوه خونه رو سنجیدم مثل اینجا قهوه کردن نمیتوانند خیر تو چی کار کرده ایستاده ای؟ چی شد وظیفه مخفی؟ وظیفه مخفی؟ خوب ادامه دارد میدونی شوق‌آور بود تعقیب کردن حیزی پی بردن فکر کردن اگر باز شود برای کمکت حتما می اومدم اپم اجازت نمیدهد اما تو پنهانی دعوت کن من حتما می اویم یعنی بله اون وقت همین خیلی موافق اومد اگر باز شود حتما تو رو دعوت میکنم خانمی زیبا بله فرمایشتون رو آوردم تشکری زیاد مرحمت خانم علیه این رو برای شما با دستان خودم پختم با اشتیایتان واه بسیار شیرین علی ببین چه خیلی شکل زیبا بسیار زیبا همین خیلی نه بسیار زیبا این خیلی باشد آخرین هفته به شب نشینی میرویم و هر چی که گفتم به تو نشان میدهم مالش بشود اشتیهایتان تشکری زیاد
سلام اکر. خوش آمدین. من شیرینی گرفتن میخوام. حاضر من با شما توصیه میدیم. من چک داریم، اوزق داریم، زیاده از 10 نمود تور داریم. یگان شیرینی نو میخوام. شیرینی که تا حال یگان کس نخورده باشد و هنگامی چشیدن شیرینی که هنگامی خوردنش از دهانت آب رود. بخدو اکا نمیدونم این خیلی شیرین نیست. همش رو چشیدن. پیچینی قیماقی گیرم. عادی است هیچ فکر نکرده است میگویند. مکرون گیرم. آدم ها میگویند که کمی فخر میکنند. شاورما گیرم. با حال من میخندند چون که این از مودکای ها رفته است. پیچیده با پیسته گیرم. مردم میگویند که از روی راه گرفته آمده است. هیچ کار کنم این خیلی باشد از همش با شما آموخته کرده میدیم. چی گفته؟ آموخته گفتنی این فکری خوب است ولی آدم ها میگویند که این آدم آموخته است. اما یک لحظه یک چیز پرسم این چیست؟ در کنار بودگی تورتی کلومنیکی بسیار بامزه است. شما اینش رو نیز در پاکت پیچونید کمی زیباتر میشه تا با همکارانم پسند آید. همین کارا کنید ثواب میگیرید برادر عزیز. البته برادر با جون و دل. یک لحظه چند پول شد؟ من آمده که برای کار با شما. این کار را ببین. بسیار خوب شد که این تارت را گرفتم. و اصلی هم معقول می شود این سورپریز. лабай сами ҳуҷҷатҳои мазори бесоҳибон кулбаи сӯхта он ҷо ҷасади вай одам нест комиссар йигит майлаш сами ташаккур будем ё худоё дар мазори бесоҳибон чаро ӯ гирья карда бошад сардор рост мегуфтааст таги коса нимкосае аст чикор мекунӣ ҳозир чой меафтад хомӯш бош бо ин чоят бетарбия ту аз пешат омадагӣ духтарро гап медиҳӣ а пичин мепазам нон мепазам ким чӣ корҳо мекунам мо бачаҳои анадолу ҳастем магар намедонӣ а ман дар наздаш нишаста будам надидӣ а мебахшӣ ака дӯст доштааст магар ин робин дӯст доштаам ҳаст нест ба ту чӣ кори шахсӣ мо ба ту чӣ дахл дорад шояд фардо дӯст доштаам шавад аз куҷо медонӣ гап зана маро бубахшу лекин хонум алия бо ман бисёр суҳбати гарм дошт ман ба ӯ писанд омадам бигзор духтар худаш интихоб кунад бача ҳозир туро майда мекунам соз гап зан он духтар чӣ хел аз ту хушаш меояд бо ту суҳбати гарм кард гуфта фикр кардӣ ки аз они ту шуд вай духтар кани рав дар парк бо ӯ шинос шав баъд мебинам туро дастатро гир мебахшӣ ака силоҳ дорӣ чӣ мешуд дигар шинос шав аз шӯъбаи амният али айдоған ин бошад силоҳам бахшиш комиссар ягон хоҳиш доред ба шумо чой ё ки қаҳва биёрам биёр худоро шукр ки ниҳоят омадӣ гумон кардам ки афтидӣ напурс дар ҳоҷатхона бо як нақш рӯбарӯ шудам беканор буда натавонистам ба онҳо дахолат кардам нақш мегӯӣ чӣ хел нақш ин хел гӯям дар охири як задухурди бо силоҳро монеъ шудам вое кори бузург кардаӣ аз бузург бузургтар аммо ман садои тиро нашунидам хомӯш бош лаънатӣ шунидӣ ба онҳо ҳамин хел гуфтам яъне агар намегуфтам онҳо ҷиддӣ буданд кор дигар хел мешуд ва аллоҳ алӣ хуб шуд ки ин ҷо ҳастӣ фоҷиаи калонро пушти сар кардем бале фоҷиаи калон вай мехоҳам ширинӣ хӯрам то ҳам мехоҳӣ мешавад гарчанде дар истанбул ширинии беҳтаринро карда наметавонанд вале бад нест куҷо шуд ин пешхизмати мӯйдарози мо пешхизмат ба куҷо рафт хайру хуш накардам хело суҳбат кардед гап задед аммо беодобӣ кард вай
یک لحظه او پیش خدمتی که رفت کارش تمام شد؟ نه از کار استعفا داد. استعفا کرد؟ چی خیر؟ گفت بسیار دوست می‌دارم کارم رو. گفت آدم باید کارش رو دوست دارد. چی کار کنیم دیگر؟ یک لحظه نگرید؟ با ما دو شیرینی لطفاً. مایرش خانم. اوفه دیدی تو آموزش قفامون. هیچ گپ نه آلیا، خیلی وای رفت. من همین جایم که همراهی تو. نه چی خیل شده؟ چی شد؟ اسیستنتی ما امضا گرفته ایستاده است. من باید روم. چی کار میکنی؟ کمی میشیشتیم نو اومدیم. یگان وقتی دیگر بگاه شب نشینی داریم. یکی شب تو رو دعوت میکنم. می آیی؟ بخشش زیاد تا دیدار. و شب نشینی دعوت کردن رو فراموش نکن. خبر بده. اینش چیست؟ عجایب بوده است. آها. کمیسر یگید نو با کار رفت 15 ساعت پس میبوید. ایره خوشروگیشه بینه بچه بیا بگذارو خیر نیستو چه اگه ما همین پاد یک تا بخرم نه که قیمتی بدهیم برای هم میبیم در خونه کمیسر بازی میکنم. یه دیسک بازی دوره USB 2017 همون حبیبا میگیرم که نور مگه میدوفه همین خیر که نور مگره میزنم که ای گوشاش او میریزه بخیر بیا تو کسا بازی میکنیم. ایره چی خیلی میک شده باشم نمیشه وکو ای کالتورا داشتی نداشتی اینم دست رزید ای کارمون با فکرم که ویرونه. کمیسر رفتارش عجیب شده است. کمیسری در نزد ساحل بوده از کمیسر لونا پارک فرق کلان دارد.
نمیدونم اینجا چی گپی هست. آدم حرکتهایش اینقدر تغییر نمی‌یابد مثل شب و روز. برای فهمیدن این یک راه هست. کمیسر رو تعقیب کن ببین که چیکار میکند. خیره ها باز ای گونگ، کسی تعقیب کردن تو رو نباید فهمد. پلیس مرا دید چهرم رو میشناسد. با دقت بودن لازم. خیر متاسفانه که میذاری گید تو یه وقت معین همه خیل میمانی. انا این ماشینی فرهادی جنگاور است. آخران مراتب از روی جنگل گذشته است. به نوار رفتیده است. ماشینی زیبا، با خدا که زیبا کلام. تمام عائلات رو پر کرده. با تعطیل میخوایی و با استراحت کجایی که میخوایی رفتن میگیری. رقم هایش زور نولال 75 بوده است. او چی کار کردی؟ ورق تلفن ها رو برآوردی؟ نه یکنه برآوردم. بعداً میبرم. بعداً میکنم نگو. از کمیسر اصلی یک گپ میشنویم بعد خفه میشوی. هیچ گپ نیست که من زنگ زده سپارش دادم اومده است. فقط رفته گرفتن در کار. خب چی شد با تو؟ کشتی های در بحر غرق شدن مگر؟ نپرسیده که دردی من دیگر است و یک نفر دو این زنگ میزنه مشغول است. یعنی رابطه همون کنده شد. کنده شده باشد کنده شده است. همه کارو تو میکنی مگر؟ دستت را کشا سیمشکه خور. اگر سیمشکه خوری درد و غرورت دور میشود. این رو سر کنی پرتافتنش دشوار. آن چیست؟ هدیه گرفتی رنگی سرخ. تورت است که اینجا مثل فیلم های امریکایی چی باشد؟ تورتی بکن. چه خیلی زیبا. وای کنی بیچشیم کنی. ماشاءالله خوشحال هستید. سردار عدنان کارها رو در آنجا کند شما باشید اینجا تارت خوره. چه خوب. علی حجت های حمله یاگت 2 روز پس می آمد گفتی چی شد؟ کاری زیاد داشتیم سردار. امروز حتما حل میکنم. برای کار وقت ندارید ولی برای کار خودتون وقت هست. خیلی خوبه. زود برابریت میفرستانی آن را. البته سردار. محمد حجت های سلاح باید می آمد. چی شد؟ این کارو کمیسر یگید گفت من حل میکنم. من نکردم. یگید میکند اما دیگر خیلی میکند. به من یگید بگید نگوید. نام او را نگیرید. حجت ها در روی میزم باشد. زود باشید. این چی گفت شده است؟ و چرا نامی یگید را نگیرید گفت در گلویم مونده؟ بسیار بالا زد. وای 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 همکارانم، رفیقانی با جان و دل برابرم. بفرمایید
این صبح برای شما شیرینی آوردم. شیرینی خوریم، شیرین گپ زنیم. ما یک استاد داشتیم صبح وقتی که به میدان می آمد شیرینی می آورد. همه چیز شیرین شود گفت. کمیسر چه خیل در میدان؟ میدان گفتم. وقتی در اکادمی بودنمون در باغچه آنجا میدانی والیبال ساختیم، والیبال بازی میکردیم. برای همین از دهانم میدان برآمد. موضوع را دیگر نمیکنیم. شیرینی خوریم، شیرین گپ زنیم. فهمیدی؟ تو رفیقم تا صبح در نوبت بودی ها؟ چون که خسته می نمایی، چشمانت سر شده است. من از حال انسان میفهمم. بر رفتارهای درشتم نگاه نکن. شیرینی گیر. چه خیلی که استادی بزرگ الپاچینو گفتن همه وقت ما غالب میشویم. یعنی برای همین روحی بالیدا باید داشته باشیم. دست یکدیگر رو باید گیریم. بعضا خسته میشویم از کار و بار. آدم‌های بد رو از دست میدیم. همین خیلی نه؟ اگر دست یکدیگر رو گیریم آن وقت موفق میشویم برادران. خیر تا بازدید. خواهرم مرحمت شیرینی گیر. رحمت برادر تو هم بگیر. بسیار خوب. وای برادرم چیکار کرده ایستادی؟ بقلوا تقسیم داری؟ بله اخی محمد، امروز خواستم همین خیلی کنم. خود به خود گفتم که ای بچه این رفتارهای ناخوب تا کی دوام میکند؟ تو تغییر یا باید تغییر یا با من میخیل نه؟ رفتار ناخوب یعنی چی؟ تو هم هیچ چیز رو نمیدانستی. ناخوب یعنی یک روی، بد معاملگی، داد زدن دیگر رو پرتوفتن است. همین خیل نه؟ در دهن ناخوب یعنی کلمه بد. در طرف ما این رو زیاد استفاده میبرم. از همانجا میدانم. خیلی میچشیم. گیر علی. نه من نمیخورم کمیسر. بچه ناز نکن بگیر. یا خدایا جوان ها دایم همین خیلن میبینی؟ با قدری نمیرسنده. خیر علی اصلی رو ندیدی؟ در میزی کوریش نشسته است. خب تو این رو با جای من تقسیم کن شاگردی عزیز و به همه چای بده از نام من. تمام؟ خیر من رفتم. خیر تا بازدید. بیو یک توی دیگر گیرم. یگید بیو. در آمده میتوانم. سلام اصلیه. سلام. امروز من برای همه شیرینی گرفتم و این تارتی بالازه در بین تارت ها بیچاره تنها ایستاده بود. با این خاطر نامش را من تارتی بیگناه گذاشتم. چخیر؟ تارتی بیگناه؟ یعنی چخیر گویم؟ وقتی کودکیم، یعنی وقتی که میده بودم شوخی کردم. من تماما کودکیم رو یاد ندارم. در پشتی همه تارت ها و همه شکلات ها این تارت را دیدم که تنها ایستاده بود. یعنی از این در آنجا یک تا بود. به همین خاطر نامش را تارتی بیگناه گذاشتم. وقتی که این را دیدم به سری من فکری تو آمد و آن را خریدم. برای تو خریدم. به سرت من آمده؟ ها؟ چرا؟ یعنی خاموش ایستاده و به حال خودش آواره. از همه پیش ایستم نمیگوید. یعنی ندانم خودش را اثبات کرده است و بالازت هم هست. همه طرف زیباست. مثل تو فهمانده توانستم. به این هم بیگناهی که میگویند همین خیلی نیست مگر؟ از این خاطر این را گرفتم. برای تو گرفتم. تشکر زیاد یگید. یعنی من چی گفتنم رو نمیدونم. تو اگر خواهی این خیل بگو. مثل فیلم ها فکر کن. یک جای بلبی بحر رفته نشسته این تارت را خوریم بگو. در فیلم ها همین خیل میگوین. یعنی چه لبی بحر؟ یعنی هوا خوب است. اینجا دلگیر کننده است. خودت میدونی که آدم را خسته میکنه. رفته در یک اونجا نشسته تو باشی با من درباره این حجت هایی که از نظر گذراندی نقل میکنی. همین خیل کنیم نمیشه. ها درباره محاربه جنگی غیر رسمی اون آدم پیدا شد. متاسفانه حاضر در بیهوشی است. اما لطفاً اینجا نه اصلیه. در لبی بحر گفتیم که اینجا نمیشود. بیا رویم خیزکنان. عشقم اینجا بوده. از صبح من تو رو میجویم. سلام. سلام. سنم من تو رو فراموش کردم. از کاری زیاد راستی گپ تو رو فراموش کردم. ما جا نکم کرهویت رو. بسیار گپای مهمی دارم به تو. این چیست؟ جانم تو برای من تارت گرفتی. ایست کنی چشم. آی عجایب بود است.
چون این شیرینش را بسیار دوست می‌دارم. با مزه از کلوبنیک است. با من محقور شد. خیر، من چه گفتنی بودم؟ اصلیه جان، تو مرا کمی تنها میگذاری؟ اصلیه جان میگویی؟ با اجازه شما بفرمایید. اما نه، یعنی همین کارت خوب شد مگر نسبت همین دختر. من رفته یک فرق. عشقم بگذار او را چی عیب میشود اینجا بشین؟ یا خدایا، یک لحظه است. هنه این را ببین. کنی ببین چی است؟ تلفن. خوب نگاه کن. دیده ایستادم. خوب در نگاه کن. رسمی هر دویمان است. دیگر چی میشد؟ غیر از آن تاریخ روز رو ببین. تاریخی این روز است چی است باز؟ یگیت بیاد نداری مگر؟ این وای 23 آگوست سال 1942 جنگ بزرگ وطنی. نه جانم اون نه. امروز ماه شناسایی ما است. ماه شناسایی گفتنی هم گپ است مگر؟ ما هم که چیز رو جشن میگیریم. تو خوب هستی جانم؟ هر سال جشن میگرفتیم کو. البته ماه شناسایی من بله. ای یگی تو چه خیلی آدم هستی ها؟ وای این ماه را فراموش کردیم ها. بیا این ماه جشن نگیریم. ماهی پیش اومد با یک شکوه جشن میگیریم. در باسفور میشود. یگیت چی میگویی عشقم؟ این خیلی نمیشود. من میگویم که بیا گریخته به یگان جا میرویم هر دیمان تنهایی تنها. چی میگویی؟ نمیشود. سردار عدنان یعنی پدری تو دانسته باش مرا لحظ نمیبیند. یعنی من گویا که همه کارها و عملیات ها را برباد میداده بودم. یک نفر را دستش را به نزد اره بردم، سر یک نفر را زده کفاندم و او از بالایم شکایت کرد. یعنی من نابکار. خودی حاضر مرا کافته ایستاده است. کارمان زیاد است. من رفته یک بینم. مایلش من به یگان جا نمیگریزم، اما دانسته باش که بیگاه به خانه تو میآیم. خوب میشود که نامزدی هیچ میشود. خیانت به برادر نمیشود مگر؟ زود در بیا به بالا برا. چی دیده دختر مرا میخورد. از این پای فراموشی. شیرین رو ببین. دیوانه دوستش میدارم. باشد من سنمی تو هستم و سنمی تو میمونم. سر کرده. انا همیخه پایانتر رفته. انا همیخه. آرام نشی. دوام ده. در گردش بزن. زود. دوام ده. این چی سورپریزه که شوکت؟ از کی باز جنگاورانی مرا با پرتو میپرتایند؟ اکا جیان‌های جیم کردن این کارو. مرده گفته پرتوفتند. به این هم جنگ خوب نمیکردن. بچه های ما گناه ندارند. این خیل کار نمیکنند. بچه های ما نمیکنند گفتا؟ با آنها امانت میدی ها؟ اگر او باهوش آید ما را با پلیس میدید ها؟ نمیگوید اکا. آدم خودی هست نمیگوید. من با فرهاد گپ زدم. تو یک وقت معین نو پیدا می شود. جیانهای جیم را یابد. خیلی بگو پگا مهری با چی می شود؟ فرهاد گریخت با جایش کی می جنگد؟ اکا یگید رو داریم کو. من با یگید گپ زدم. اکا شوکت با تو نیاز دارد. همین خیلی با او گفتم. خیر یگید رو بگو پگا جنگی او را دیدن میخواد. شدکه پگا بگو جنگش رو میبینید. سختر بزن. انا همیخه. بله باز هم سختر. فهمادر کجاست؟ مالشه تشکر با شما. یگید لبه دوست داشته فرهاد رو یافتن در محبس التپه بوده است. گپ زدن میخواست است. رفته یک بینیم شاید چیزی پیدا کنیم. تمام رفتیم شاید چیزی پیدا کنیم. بفرمایید خانم پاس پیش. اصلی سنم تارت را آن خیل کرد. عیب شده میخیل نه جانم مگر میشود این خیل؟ یعنی دستش را دراز نمیکرد. من او را میداشتم ولی دریاب نمیکردم. گرسنه بعد بود چی؟
مهم نیست یگید چیزی نیست گفتم تمام. یعنی تو رو رنجاندن نمیخواستم استاد جان، برای همین گفتم همین رو. یگید با دقت گوش کن، این بگاه باید بجنگی. نمیشود که نهایم. نه نمیشود. ولی طرف و زبان نمیشود. اگر با جنگ نهایی اکای شوقت رو میکشد. وای رفیق خانم به بازی فوتبال دعوت کرده ایستادن. من هم نیه گفته نتوانستم، یکون راه ندارم. برای من تغییرات میشود. خیلی شد که فوتبال بازی نکرده بودم. چه خیلی خوبه. اصلی خطا نفهم، من از تو یک چیز رو پرسیدن میخوام. البته پرس. ما با خانم سنم با یک دیگر زیبنده هستیم به فکر تو. چی گویم یگید خدا خوشبختتان کند. رحمت البته که همین خیلی است. تو در نهایت هر دوی ما در یک راه رفته ایستاده ایم. احتمال کلان است که من با وی خانه‌دار میشوم به فکرم. اما من فکر میکنم که ما با وی یعنی با خانم سنم برای یکدیگر آفریده نشده ایم. یعنی در آخر این کاروبار کودک و چودک میشود، خدا نصیب کند. البته بعضا عائله ها را میبینی زود جدا میشوند، کودک های بیچاره در راه میمانند. همین خیلی نه؟ برای همین باید جدی فکر کنیم. همین خیلی نه؟ یعنی من این کارها رو نمیدونم. یگان آدمی میفهمیدگی رو پرس. یگان گپی ناجازتم مگر؟ نه جانم، من در این موضوع گپ نزنم، خوبتر است. مایلش. به من گفتن که دو کمیسر می آید. این بروددار هم کمیسر بوده است. این چی گپ است خودش؟ چی شد؟ بروددارها کمیسر شدن نمیتوانند مگر؟ یگید هم برود داشت. یعنی به تاریخ نگاه کنیم جنگاورهای بزرگی آن وقتها، یعنی یگیدها جنگاوران همیشه برود داشتن. همین خیلی نه خانم؟ یا خدایا به شکل این نگاه کن مثل دیوانه هاست. من اصلیه این همکارم یگید از شعبه امنیت اومدیم. برای ایجاد کردن یگان مشکلی نآمدیم. درباره یک نفر معلومات دادنت رو میخواهیم. از پس یک تشکیلات غیر رسمی هستیم، آدمهایش رو میچینیم. یک لحظه صبر کن، اصلاح میکنم. محاربه غیر رسمی نیو، محاربه در قفس. یعنی محاربه در قفس. یعنی معلومات داری ها؟ نمیدونم مگر میدونم. ها محاربه در قفس چرا در پشت پنجره میگذرد میدونی کمیسر؟ حاضر فلسفه این رو با شما میگویم عزیزان. بعض نامردها از ترس گریختن نروند گفته. میگویم همین عینک‌هایت رو گیری از چشمت، چشمانم رو زده ایستاده. هی با جان و دل البته میگیرم بروددار. این خیلی خوب است. ای عینکت را پوش. تمام. این از فرهادم خاطره است. با او بسیار جنگ کردیم. من بای دادم؟ نه جنگ در قفس یک هنر است کمیسر. اینان مثل حیات است. اول مشتا رو پای در پای میخوری و میخوری، یک تا میخوری، دو تا میخوری، سه تا. بعدا عادت میکنی و خودت رو محافظت میکنی. بعدا حریف رو جای ضعیفش رو یافته مشتات رو با همانجاش همین خیل میفراری. نکاوت. اما این سفسطه ها رو بین. سفسطه در محبس مگر همین سفسطه ها رو آموختی؟ بیاید اکنون سری موضوع بیاییم. دوست داشتت فرهاد، همینش رو میدونم. یک کودک رو در این کارها وارد کرده است. حاضر باشد کودک در کم است. این فرهاد رو از کجا پیدا کنیم؟ نمیدونم از کجا میابی. من چی میدونم کمیسر؟ وقتی من به اینجا افتیدم برای خود یک تای دیگر دوست داشته پیدا کرده است. یافتید به من هم گویید. برودهای جنجالاش رو میکنم یک تا یک تا. معلوم شد چرا با بروتی من چسبیده است. فهمیدیم درد دارد.
این تشکیلات غیر رسمی رو کی دوره میکند؟ همینش رو به من بگو. شما از راستی خنده آور هستید، آدمانی جدی نیستید. به من نگاه کنید. در این عالم چه خیلی میدونیم یک قاعده است، کسی گپ میزند زبانش را میبرد. محافظ، ملاقات به پایان رسید. یک لحظه، تو مرا نفهمیدی؟ بیو گپ زنیم. خسته رفت، هیچ چیز نگفت. چی زنی بیروی است؟ گفتم یعنی به این دیوار یک به آن دیوار بزنم. اگر در این محبس نمی بودیم من او را به گپ می در آوردم. بسیار گپ نزن، از برای خدا با یک دیگر گپ برا کردید. من گپ برا کردم اصلیه، او باشد از من گذران. اصلیه؟ در اینجا چیکار میکنید؟ برای من خواطر نشو دخترم. یک ماه پیش مرا به این محبس آوردند. یگید ما رو تنها نمیگذاری؟ بله البته. دخترم اینقدر تو خراب شده ای، یکان چیز نمیخوری مگر؟ آن زنی که در درون دیدیم مادرت بود مگر؟ اگر نقل کردن خواهی گوش میکنم، اما نمیتوانم گویی هم چیزی گفته نمیتوانم. قصدی من خیر، من ماشین رو گرم کنم تو بعداً بیا. مادرم جنایت کرد، قصدم یک نفر رو کشت، 20 سال زندانی شد. اول روزها رو میشموریدم که چقدرش ماند گفتم، ولی سالها گذشت و به این عادت کردم. 9 سال دیگرش مانده است. او رو من کشتنی بودم در اصل، میدونی؟ 15 ساله بودم. هر شبی در روز از گریه و داد و فیغان مادرم آنقدر میترسیدم که شبها تا سحر خوابم نمی برد. در زیر کرپه ساعتها گریه میکردم. علیه بسیار خورد بود اون وقتها. از ترس همراه من خواب میرفت. ما زیر کرپه رو زیر بحر میگفتیم. یک دیگر رو آغوش میگرفتیم و میگفتیم که اینجا به خطر است. کسی به ما ضرر نمیرساند. این همه فکرهای کودکانه بود. پیاندر مادرم رولاتو کوب میکرد و میگفتیم کاش که پدرم زنده میبود و این حادثه ها رخ نمیداد. مادرم عذاب میکشید. آن شب باز با گریه های مادرم بیدار شدم. هیچ فراموش نمیکنم آن صدا رو، حالا هم در گوشم هست. چشمانم را گشوده گفتم این شب پایان مییابد. این آخرش است. خود با خود فکر میکردم. با علیه گفتم که مادرم نجات یابد بس است. از رخت خواب خسته به آشخانه رفتم. کارد رو به دستم گرفتم. گفتم آن مرد رو به قتل میرسانم و مادرم نجات مییابد. به خانه رفتم. مادرم آنجا، سرش در روی زانوهایش، دستانش پر از خون گریه میکرد. در دستش باشد کارد کلانتر بود. آن مرد ظالم رو به قتل رسانده بود. از همان روز جای مادرم در بری من و علیه خالی می باشد. یعنی اصلیه چی گویم؟ من این خیل بودن قضیه رو نمیدونستم. زیخ شدم به خدا. سخت بوده است. غمگین مشم. من برای خودم غمگین نمیشم. علیه رو فکر میکنم. او حالا کودک است.
میخواهی روی؟ یگید این رو غیر از تو به کسی نقل نکردم. تو هم به کسی نگو مایلش. البته